گفت که یه خونه رو در نظر بگیری، یه فرش نخنما داره. این خانم میگه بابا تو رو خدا شده یه فرش دست دومم بخری؟ خب بعد آخه مگه نمیبینی؟ میگه خیلی خوب بذار ببینم میتونم یا نه. حالا خلاصه این مرد راهش میفته به سمساری، دست دوم فروشی. یه فرشیه عجب، درست اندازه اتاقشه. آقا چند دارید؟ مناسب است، دست دومه ولی بالاخره دیگه پاره پوره نیست. حالا این فرش مال کی بوده؟ در یک گوشه دیگر شهر این فرش مال یک خونه‌ای بوده. خانم اون خونه ناراحت بوده که بابا تو رو خدا این چیه، یه فرش نو بخر، ببین چند سال ما این انداختیم. خلاصه شوهر اون خانم اینو میاره میفروشه به سمساری، هم دست دومه رو یه نو میخره برای خانمش میبره، آرام تشکر میکنه. حالا این آقا که فرشش نخنما شده اومده اینو دیده، الان به به چه فرشی، قالب اتاقمونه. خلاصه میخره میبره میندازن، خانمش میگه دست درد نکنه و پدرت بیامرزه. بابا چی بود؟ حالا دقت بفرمید، این فرشی که این خانم را خوشحال کرده مایه آزار یه خانم دیگر بوده. چطور میشه یه شیء واحد یه کسی رو آزار بده یکی دیگر رو خوشحال کنه؟ و به صلاحه همه امور دنیا همینه، به توهم خوشحالیم، به توهم غصه می‌خوریم. اون مقام و رتبه اصلی که به ما وعده دادن از اون غافل میشیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدونه که چه چشم روشنی هایی براشون مقدر کردن، اونجا چی میخوام بهش بگم.